بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی مثل ماه همتون، سلام به روی مثل ماه مردم هر کجا هستند. قبول باشه طاعات و عبادات و عرض ادب هاتون. خیلی خوش اومدین به محفل و شما سرمایه های محفلین، خودتون رو تشویق کنین. من میشه یه سوالی از مردم بکنم؟ بله. محفل رو پارسال دیدید، راضی بودین؟ خب بدونید که بعضی از مهمون هایی که امسال خدمتشون هستیم کسانی هستن که از پارسال حفظ و قرائت قرآن شروع کردن و من میخوام عرض کنم که پیش بینی ما اینه که تا سال دیگه تعداد بسیار زیادی انشالله حافظ قرآن در این 2 سال خواهیم داشت انشالله. و همشون هم جایزه میدیم. یه صلوات قرآنی که الهانش بر ساخته اساتیدمونه و مختص محفله. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 ما شاء الله ما شاء الله. نعم 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 نعم. آفرین آفرین. يا سلام يا سلام. سلم يا نسمع سلام من الجمهور. يا سلام. سلم الله. امسال قرار انشاءالله آقای رضوان درویش فارسی صحبت کنه. اگر شما فارسی مسلط شدین انقدری که من گلستان رو باز کنم نه حرفم و از این روش نیست. بخونین، رضوان درویش هم فارسی صحبت میکنه. من یادش میدم. مثل خودت چی یعنی. میشه دیگه؟ به افتخار خودتون و میزبانانمون. همین سر چراغی من چند تا دونه، نمیتونم که همه رو بگم، ولی چند تا دونه از پیامکای فصل اول محفل رو بگم براتون. ما همین کاری که داریم الان میکنیم گرچه درخور و شایسته حقیقت قرآن نیست، اما یک قطره است در برابر اون دریا که ما تو این سالها انجام ندادیم و برای اولین باره که اتفاق افتاده. چند تاشو بخونم. این برنامه کاری کرد که من بعد 37 سال که سر سفره عقد قرآن رو باز کرده بودم دوباره رفتم سراغ این کتاب. 3 تا بچه دارم از مهد کودک زنگ زدن گفتن این چیه بچه هاتون همه سر کلاس میگن با هم یا سلام بعد میگن سلم. گفتم بدونید که مهد کودکان بیننده داریم. و تو رو خدا یه بارم که شده آقای حسنین و آقای شاکر نژاد همدیگه رو بغل کنن ما بدونیم با هم قرن نیستن. هرگز. بغل کنین دیگه بابا، سال نوه با هم آشتی کنین. حرام. همون دوری و دوستی بهتره. بهتره؟ حامد بیا. خودش نه. بیاد. خودم برم. تو نه، بس. حامد با هم بلنشیم، با هم بلنشیم، با هم بلنشیم، با هم بلنشیم. این همه پیام خوندی همین رو اومده. خب اینو میشه الان عملیش کرد. یالا ببین من دست به کار نشم نمیشه. بچه‌های خوبی باشین. آشتی کردم. با هم داداش رضوان برای چی بلند دیگه بیا جلو. آفرین. استاد رضوان برای چی بلند أنا شد؟ سعيد. همینجوری نه بلند. دیگه أنا سعيد لأنهم فكان يتصالحان يعني. يتصالحان. سعيد لأنهم يتصالحان. للتسلیح أنا للتسلیح أبوه. ان شاء الله. أنا أبوه. انت ابونا؟ انت جدنا. آشتی کردین الان آشتی دیگه. کردیم. با هم خوبین دیگه. فعلا تا فعلا تا چند از دیگه. آره. تشویقشون کنید. خیلی ازتون فرزندان من با من خوب باشید، با همدیگه خوب باشید. سال نو محفل تازه است. تو فضای مجازی انقدر که حسنین صفحه طرفداران داره مرحوم مارادونا نداره. آقای ابوالقاسمی اون چیزی که ما بیرون ازش دیدیم با تیپی که تو محفل دیدیم یه 40 سالی با هم فرق داره. اینم گفتم. نه اینجا یعنی جوون‌ترین. نه بابا به جان خودم. جوون‌تر؟ خب میاد نواهاشو ظاهرش میبینه. جوون‌تره درست. نه نواهاشو میبینه کمی خوشحال آره. میشه. جد ماست. یکی از ثمرات و نتایج محفل
الان مهمون ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. امیرعلی رحمتی هستم. توفیق خدا بود که حافظ کل قرآن کریم هستم. شدی؟ شدم. شدی بله. حافظ کل قرآن کریم شدی. بله. راستی بعد از دیدن محفل این اتفاق افتاد. قصه رو برای ما بگو کامل. من راستش چند سال تو قرآن هستم، یعنی روحانی، روانخوانی، تجوید کار کردم. خیلی ناامید شده بودم، یعنی میخواستم واقعا قرآن رو بذارم کنار. فکر کردم مثلا حافظای قرآن کریم مثلا فقط بازیگرا، فوتبالیستا هستن که معروفن تو ایران. فکر کردم مثلا حافظا هیچ جایی ندارن. وقتی برنامه محفل رو دیدم افتادم، یعنی با انگیزه بیشتر. یعنی سرد شده بودی دیگه بالاخره. بله، محفل بله. این انگیزه رو در تو ایجاد کرد. بله. بریم آقا یه خورده بپرسیم ازش. خب سوال حفظ دوستان بفرمایید. الان سخت بپرسیم یا آسون؟ میخواید صفحه قرآن بگید من میگم. صفحه 363 سوره مبارکه فرقان، باریکالله. اول جز و قال الذین لا یرجون لقاءنا. صفحه بعدی صفحه 363 خود همون 363 رو بگو. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. احسنت احسنت احسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آقا من سوال میکنم. بفرمایید. امیرعلی خوبی؟ سلامت باشید. حالت ممنونم. خوبه. سوال مفهومی بکنم جواب میدی؟ من مفاهیمم و مدرک لیسانسم رو دارم شروع میکنم به گرفتن. ایشالله 2 ماه خیلی دیگه خوب. دارم ایشالله از صفحه 503 باریکلا، از صفحه 503 سوره مبارکه احقاف یه سوال میخوام بکنم مفهومی. کدوم آیه هست که میگه که اگر میخواید به خوف و حزن نرسید، نترسید، رمزش استقامته؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خب با همین مضمون جای دیگه قرآن هم داریم با همین مضمون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آفرین آفرین آفرین. آقا تایید شد 100%. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءالله. آقای رسالن من یه نکته یه دقیقه‌ای بگم. آقا یه نکته یه دقیقه‌ای همه بینندگان عزیز اینجا و تو خونه. ببینید کار شروع کردن خیلی ساده است. همینجوری که میگید حفظ کردن کار ساده یه، تثبیتش کار مشکلیه. خدا در همین دو آیه که این سوره مبارکه احقاف بود، اونی که حامد عزیز پرسید سوره مبارکه فصلت بود. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. یعنی اگر بخواد نزول ملائکه اتفاق بیفته رمزش استقامته. ما خیلی کارهایی رو شروع میکنیم، حفظ قرآن رو شروع میکنیم، درس خوندن رو شروع میکنیم، یه ورزش رو شروع میکنیم، هر چی رو شروع میکنیم. این کاری نداره. کسی اگر تونست به تعبیر روایات ما که اگر یه کاری رو شروع کردید 1 سال ادامه بدید حداقل تا اون استقامت باعث بشه که این در جان شما جا بیفته. امیرالمؤمنین، اینو عزیزان جز رموز بحث‌های اخلاقی بدونن. امیرالمؤمنین میفهمند در نهج البلاغه قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول منه. یک کار اندکی که انسان میتواند استقامت بکنه و ادامه بده از یک کار بزرگی که ملال آور میشه، این اثرش از اون بیشتره. لذا حفظ قرآن هم
حتما استاد ابوالقاسمی اینها که اساتید این فن هستن، من یادم شما تو برنامه محفل قبلی توصیه میکردی به حفظای 4-5 ساله. خود این باعث میشه که خب تثبیت بهتری بشه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این در مورد شخص هست، در مورد اصل کشور و تمام اون قللی که باید یک کشور درش طی بکنه و بره بالا، در مورد اون هم هست. آقا ما اینجا قول میدیم اگر از امروز تا سال دیگه بچهای زیر 10 سال دختر و پسر حافظ کل قرآن شدن، یه جایزه ویژه از طرف برنامه محفل دارن. دست شما درد نکنه. ولی چرا زیر 10 سال؟ الان امیرعلی بالاتر از 10 سال، یعنی به امیرعلی جایزه نمیدین؟ دیگه اون کرم شماست. بالای 10 سال با من. بالای 10 سال حفظ کل چی میدی شما؟ حداقل ان شاء الله تا سال آینده حداقل به 10 نفر ما جایزه کربلا میدیم. منم به نمایندگی از تیم محفل بگم که بالای 10 سال از امسال تا سال آینده حفظ کل یه جایزه ویژه محفل بهشون تقدیم. اما پدر مادر امیرعلی هم تو جمع ما هستن. تشویق بکنید پدر مادر امیرعلی رو. بایستین ببینیمتون. ماشاءالله. بفرمایید بالا. بفرمایید بالا. آقای رحمتی خیلی خوش آمدین. بفرمایید. اسم خواهرت چیه امیرعلی؟ آفرین. بفرمایید جلو. بفرمایید. خوش اومدین. بفرمایید خانوم. ماشاءالله. اسم شما چیه؟ محیا خانوم رو تشویق کنید. ماشاءالله. قشنگ بیستین. امیرعلی بیا بین مامان بابا وایسا. شروع شد. از کجا میاره اینا رو؟ از کجا آوردی استاد رضوان دوباره؟ نه الان من میگم این دختر بچه چون که خوشگله محیا جمیل هست، الان میگه یکی از احفادم نوه‌هایم شبیه اینه فلان. از این داستانا دیگه زیاد شنیدیم. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. اسمش ما شاء الله. انظري الى هذا. استاذ رضوان تكلم بالفارسي. باق 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 باق. ما شاء الله. یه جمله از پدر مادر امیرعلی بشنویم. آقای رحمتی، بالاخره این آقازاده جای افتخار داره. هنوز جای کار داره ولی جای افتخار داره. بسم الله. آقا امیرعلی ما از پارسال که برنامه محفل رو دید واقعا عزمش رو جذب کرد بابت اینکه حفظ کامل کنه. خیلی هم زحمت کشیده، همین باعث سربلندی ماست. ازش ممنونم، از شما هم ممنونم جمیعا. خیلی از شما ممنونم که اومدین. مادرم یه جمله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما به قرآن پناه آوردیم. واقعا قرآن به ما پناه داد، قرآن به ما اعتبار داد، قرآن به ما عزت داد، قرآن به ما آبرو داد و من خوشحالم که خدا به ما توفیقشو داد، به ما واقعا منت نهاد و امیرعلی تو راه قرآن قرار گرفت. انشالله که عاقبت به خیر بشه و عاقبت به خیر بشیم هممون. خیلی خوب، خیلی عالی بود. آفرین. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله 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 جل الصانع. انشالله کلمه طیبه انشالله. امیرعلی به همه پدر مادرها به عنوان خاک پاشون و کمترین میگم، من خودم پسر دارم، نگرانم. امان بچه های ما قرآن و اهل بیت. یعنی اگه میخوایم بچه هامون در امان باشن باید برن تو حصن حسین قرآن و اهل بیت.
اونجا جای آرامشه و امیدوارم همه بچه ها در کنف حمایت امیرالمومنین و امام عصر باشه. یا رب. خیلی ازتون ممنونم. بسیار سپاس. زنده باشید. ممنونم ازت. زنده باشید. خواهش می‌کنم. زنده باشید. آقای رحمتی خوشحال شدم. خانم خوشحال شد. متشکرم. مهیا جونم قربونت برم عزیزم. تشویقشون کنید یه بار دیگه. مهیا. ماشاءالله. خداحافظ. ماشاءالله. 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 ممنونم. بذار راحت باش. بذار راحت باش. من حواسم هست. اما آقای دکتر مصطفی مرادی، دکترای فیزیک، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حافظ کل قرآن کریم، آقای دکتر مرادی. آقای دکتر سلام عرض کردم، خیلی خوش اومدین، بفرمایید. استاد دانشگاه، حافظ کل قرآن، دکترای فیزیک، ماشاءالله. اینقدر تشویق داشت. آقای روزانی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار حاضر در جلسه، اساتید محترم و کسانی که ما رو از قاب تلویزیون میبینن. امروز میخوام براتون از شگفتی‌های علمی قرآن بگم. اینها شما رو یاد چی میندازه؟ جنگ. بله، اینها لباس نظامیان روم باستان هست. میخوام براتون یک داستان تاریخی بگم از اروپای شرقی و روم باستان و ایران باستان. من میخوام در مورد داستانی که قرآن کریم و روایتی که از این شکست رومیان که پس از چندین سال و در نهایت در حدود سال 612 میلادی رخ داد براتون بگم. آیات ابتدایی سوره روم، این کلمه روم در قرآن کریم همین یک بار استفاده شده. این 4-5 آیه ابتدایی رو خواهش میکنم از استاد شاکر نژاد برای ما تلاوت کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الله الله. الف لام میم غلبت الروم. الله نعم الله الله. غلبت الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض. الله الله الله. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. یا عینی. جنگی بود. آفرین، خیلی آهنگ خوبی انتخاب. خیلی متشکرم. این آیات که بسیار زیبا هم تلاوت شدن لذت بردیم حاوی 2 قسمت هست. قسمت اول آیات رو من الان داستانش رو براتون عرض کردم، مربوط به شکست رومیان هست در نزدیکی دروازه های شهر اورشلیم که شکست پایانی رخ داد. در مورد جزئیاتش کمی بیشتر توضیح خواهم داد. شکست رومیان در یک مکانی رخ داد که خداوند متعال اون مکان رو ذکر کرده. خداوند متعالی که در روایت‌های قرآنی عمدتاً به مکان و زمان اشاره نمی‌کنه. شما داستان حضرت یوسف که احسن القصص هست در قرآن که ملاحظه می‌کنید، مشخص نیست که یعقوب و فرزندانش در کجا زندگی می‌کنن، در چه قرنی زندگی می‌کنن. دأب قرآن این نیست که در داستان‌ها به این جزئیات اشاره کنه. اما در این داستان با وجود اینکه زمینی که در واقع جنگ رخ داد نزدیک جزیره العرب بود، خداوند به اون مکان اشاره کرده که غلبت الروم فی ادنی الارض. از حاج آقا درخواست دارم که برای ما بگن ادنی الارض به چه معانی میتونه باشه؟
ادنا الارض، ادنا یکی از معانیش که خیلی معنی رسمی هم هست به معنی نزدیکتره. این تو آیات قرآن هم هست که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. همه این چادراتون رو یه مقدار محکمتر بگیرید برای اینکه شناخته بشوید به پاکدامنی. ذالک ادنا، این نزدیکتر، ان یعرفن فلا یؤذین، که شناخته میشید به پاکدامنی و دیگه اذیت نمیشید. ادنا یکی از معانیش این هست دیگه. معنای دیگری هم داره حاج آقا، هم در استعمالات قرآنی هم در واژه‌ها. به معنی اسفل هم هست، دنی و پست. دنی به معنی پست هم هست. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. خیلی متشکرم. معنیش به معنی معنی پسته. بله. دستتون در نکنه. البته این دو تا معنا بالمعال به یک دقیقت روح معنا برمیگردن، ولی دو تا استعماله. بله. بله، یک تصویری رو من اینجا براتون نمایش میدم. جنگی که بین ایران و روم در سال 612 که پس از 7-8 سال جنگ این جنگ مغلوبه شد، در نزدیکی اورشلیم، اون بالا رو اگر مشاهده بکنید در اون تصویر سمت چپ، این نواحی که بسیار سبز تیره هست در اطراف بحرالمیت یا دریای مرده، جالبه بدونید که نقشه های ماهواره‌ای این دیواره های شهر اورشلیم هست که با وجود اینکه که وارد شهر نشدن، رومیان باستان شکست رو پذیرفتند. بر روی کره زمین ارتفاعات متفاوت هست. در کشور عزیز خودمون همینطور هست. بعضی جاها سطحش بالاتر هست، بعضی جاها سطحش پایینتر هست. معیار و متری که برای محاسبه ارتفاع لحاظ میکنن سطح آزاد دریاها هست. جالب بدونید که این نواحی که سبز تیره هست و در شکل وسطی قرمز هست، سواحل بحرالمیت یا دریای مرده هست که اگر شما جستجو بکنید در موتورهای جستجو یا در رفرنس های علمی یا حتی در نقشه ها، می‌بینید که اینجا کم ارتفاع ترین سرزمین بر روی کره زمین هست با تقریباً منفی 400 متر زیر سطح آزاد میانگین دریاها. عجب. دقت بکنید، در این نواحی این اتفاق رخ داد، این جنگ رخ داد. الان شاید بهتر بفهمیم یکی از معانی که برای فی ادنی الارض که در خود واژه هم تحملش رو داره، میتونه همین معنای پست‌ترین یا کم ارتفاع ترین مکان کره زمین باشه. در صورتی که مستحضر هستید که نقشه های ماهواره‌ای که ماهواره‌ای که به دور زمین میچرخن دقیقین ارتفاعات رو به ما میدن. 1400 سال پیش که هیچی، 200 سال پیش هم اینها اصلا قابل محاسبه نبودن بر روی کره زمین. نهایتش در محیط‌های اطراف کوهستان‌ها و دشت‌ها مشخص بود. اما این عبارت قرآن به دقیقی این مطلب رو بیان کرده و عبارت ادنی الارض در واقع یک تفسیر بسیار واضحی و یک احتمال بسیار واضحی در واقع علم جدید برای ما این راه رو گشوده. احسن. آفرین. خیلی ممنونم آقای دکتر. چند بار دیگه ان شاءالله تا پایان ماه مبارک خدمت آقای دکتر مرادی هستیم. تشویق بکنید آقای دکتر. خیلی ممنون. تشکر. موفق شکرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله جل الصانع. ما شاء الله. نعم. صدق الله العلي العظيم. اللهم
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله 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 الله. نعم. خب آقای مصطفی حسنی کارگر عزیز، مربی و سرپرست و راهبر و راهنمای این گروه، بفرمایید آقای حسنی کارگر، بفرمایید پایین تشویقشون بکنید. یریدون لیطفئوا نور الله. می‌خواستم ببینم چقدر قشنگ 80 نفر آره خوندن، نگار که مردم ایران مثل تک تک سلول‌های بدنی هستن که دارن از قرآن دفاع میکنن. به این قشنگی خیلی خوب بود این انتخاب این آیتون. آفرین. آقا مصطفی خیلی خوش اومدین. بزرگواریم استاد. ما خوشحالیم، بچه‌های مشهد هم می‌بینیم ماشاءالله. بسیار کار عالی بود. یاد شهید محسن حاجی حسنی کارگر بکنیم، روح شاد. یادم نمیره یک حج ما ایشون اولین حجش با ما بود. بله. آره سنش خیلی کم بود، چقدر باصفا بود، چقدر باحال بود، چقدر با عشق بود، چقدر زیبا قرآن رو میخوند، چقدر عاشق قرآن بود. آقا مصطفی من سوال داشتم، این بچه ها هر کدومشون هم میتونن تک تک قرآن بخونن و تقلید کنن؟ همشون قاریای حرفه‌ای هستن. به به ماشاءالله ماشاءالله. این گوی و این میدان. بله بله. والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد. والله بصير بما تعملون قاف والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الأسماء الله الله الله. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
الله يرحمه. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. الله 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 يزيدك. والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. ایشون همش میگه الله یزیدک، من نمیدونم منظورش چیه. یعنی زادک الله، الله یعطیک اکثر. الله یزیدک من عطا، الله یزیدک من فضل. توی محفلی ما بودیم، مردم تشریف نمی‌کردن، بعد اون اولی که به اسلام اومدن، بعد که گفتن آقا تشویق کنید، یه بنده خدای بغل دست من نشسته بود، من هم گفتم الله یزیدک، این نمی‌فهمید من چی میگم. آخرش گفت ماشاءالله یزید. خیلی هم بچه‌ها سر پای ایستادن. یه هدیه درجه 1 به همه بچه‌ها از طرف برنامه محفل تقدیم می‌کنیم. به واسطه این همه تلاوت خوب جانانه تشویقشون کنیم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم تا قیامت. ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم تا قیامت. ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. منم خاک درت غلام و نوکرت، بران از در مرا به جان مادرت. رضا جانم رضاست. ما شاء الله. احسنتم. سلام. گنبد و صحن طلایتان روشن، ضریح شافی مشکل گشایتان روشن. همیشه
سفره لطفت پر است از مهمان، چراغ منزل و مهمان سرایتان روشن. سلام من به شما مردم خراسان باد که هست شهر به نور رضایتان روشن. اگرچه هرچه بگویند از شما کلمات، نمی شود شرف خاک پایتان روشن. همه حاجاتمون رو دم ازونیه محضر حضرت رضا علیه السلام میبریم که فرمود آقا جواد الائمه روحی فداه در زیارت جوادیه 3 تا 4 تا ویژگی برا پدرشون ذکر میکنن. یکی امام رضا کسی است که حادثه عاشورا رو به هیجان در آورده. الذی حیج احضان یوم الطفوف. این 1. 2 اونی که الان میخوام بگم، غوث اللحفان، پناه بیچارگان، فریاد رس درماندگان. همه حاجاتمون رو میبریم محضر امامی که هر کی به در بسته میخوره میره سراغش. آی پناه بیچاره ها، با زبون روزه دم افطاری فقط یه دعا داریم: اللهم عجل ولیک الفرج. خداحافظ. المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المؤمن مانع الله نافع النور الهادي المنيع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.